به نام خداوند هستی، محمد جعفری هستم از آکادمی فینونس. خیلی خوشحالم که دارم این ویدیو رو براتون ضبط میکنم. امروز میخوام یه واچ لیستی براتون داشته باشم از روند کلی مارکت طی این هفته گذشته. بیت کوین رو بررسی بکنم، شاخصهایی که به بیت کوین مرتبطن و ارزهایی که میتونید خرید خودتون رو انجام بدید. پس حتما این واچ لیست رو کامل نگاه بکنید. هر سالی داشتید داخل کامنت برای من بنویسید که بتونیم کل ارزایی که نیاز دارید براتون تحلیل بکنیم و بهترین قیمت‌ها برای شما خریدتون رو انجام بدیم. پس حتما این ویدیو رو تا انتها تماشا بکن. یه سورپرایز هم آخر ویدیو دارم بهتون میدم. حتما ویدیو شورتمون رو از دست ندید. بزن بریم. خب واچلیست این هفتمون رو با ارز بیت کوین شروع میکنیم. میبینید که ارز بیت کوین رو میزنیم. اینجا کندله هفتگی بیت کوین رو داریم بررسی میکنیم. این کانال رو نگاه بکنید از چه تاریخی؟ از تاریخ 13 آگوست 2019 و این موقع ها یه روند خیلی سودی خوب داشته که این کانال رو ببینید. از رو همین کانال میتونید بفهمید که بیت کوین هر موقع میگرفتید تو روند سعودی بوده. حتی اینجاها که میگفتن همه نزولیه در از اصلاح قیمتی بوده و روند سعودی خودش رو حفظ کرده. چندین بارم به این کف خورده. یه بار 17,000 تا بودش که دورانی بود که همه دیگه می‌خواستن از کریپتو خروج بزنن و میگفتن که این بازار دیگه تموم شده است. یک دور دیگه دوباره تا 25 تا اومد. اینجا ما باز گفتیم که حتما باید خرید خودتون انجام بدید و روی این مارکت باشید. این مارکت آینده خیلی فوق‌العاده‌ای داره و اومد یه مدتی هم که دیگه پامپ شد روی 60 تا الی 70 تا هی نوسان که یه باکسینگ رو تشکیل داد و سقف تاریخی بالاخره بعد از اومدن آقای ترامپ شکست. الان میبینیم که ما اینجای روند هستیم، یعنی تازه خیلی جا داریم برای این سقف. بس اگه دیدی توی یوتیوب یا اینستاگرام دارن راجع به 670,000 تا صحبت میکنن، بدونید که از همین کانال دارن تارگت ها رو میدن که میدلش که میدل هستش 214 رو دارشون میده. پس در آینده اگه این عدد رو دیدید نترسید و تعجب نکنید، چون احتمال داره که برسه. اما کجا این بیت کوین رو خریداری بکنیم؟ عدد مناسبی هستش. یکی از خریدایی که عدد روانی خوبی رو داره و فیبوناچی مناسبی داره عدد 80k هستش. اگه خیلی اصلاح قیمتی خوبی بکنین، دامیننس تتر رو بتونیم یکم روی بالا ببینیم، روی اعداد 68 تا 70 فوق العاده است. هم کف کانال، هم یه حمایت مناسبه و هم میتونید که خریده خودتون رو اینجاها ببندید. به نظر من که سبدای فوق العاده خوبی میتونید برای خودتون اینجا ببندید. اما شاخص بعدی که ما میخوایم بهش بپردازیم دامیننس تتر هستش. دامیننس تتر یعنی سلطه دلار هستش. معمولا پول از بیت کوین در میاد مستقیما داخل تتر میره دیگه. بیت کوین در میاد به تتر وارد میشه. پس میتونیم از اینجا در نظر بگیریم اگه دامیننس تتر سعودی بشه، پول داخل دلار رفته و بیت کوین معمولا نزول میکنه. پس یه رابطه معکوسی دوتا دارن. من داخل کانال داخل 212 ساعت قبلش گفته بودم که بیت کوین نزول میکنه و 30% ارزا ریختم. از همین شاخص من در آوردم. الان میبینیم که این شاخص دو تا حمایت خیلی مهم داره که حمایت همینجا هستش که فعلا شادو کرده. ما تا تاییدیه کندل اینجا نبینیم نمیتونیم ببینیم که بیت کوین اصلاح قیمتی داره. باید اینجا کندل این گالف ببینیم تا بتونیم روند رو سعودی ببینیم. در صورتی این حمایت دست بره حمایت بعدی که من دارم براش 3.30 هستش که میتونه اینجا حمایت خیلی خوبی بشه. دامیننس تتر که احتمال اینکه همینجا اصلا برگرده وجود داره که من احتمال این رو میدم که برگشت قیمتی داشته باشیم. بیت کوین اسلاید تا 70 الی 80 داشته باشه، چون خیلی روند سعودی شده و نیاز داره که یک سرمایه‌گذاران جدید دوباره ورود بکنن، نهنگا یه مقداری خالی میکنن، دوباره رو کفا قیمتای خوبی رو خریداری بکنن. این شاخص هم میبینید که فعلا نزولی که کرد به خاطر اون بیت کوین بود که نقدینگی زیادی داخل بیت کوین اومد و این شاخص در حال حاضر خیلی جای مهمی هستش. حتما تو هفتگی تاییدیه بگیرید. روی روزانه الان میبینید شادو کرد کلشو. تو روزانه میتونید اسکلپ بگیرید معاملاتتون رو. یعنی من سیگنالایی که دارم داخل کانال میدم همه رو از اسکلپ دارم بهتون میدم. 10%، 15%، 20% که با اهرام 3 بندازید 60%، 70% رو میتونید از این ارزها بگیرید. این هم شاخص دامیننس تتر بود که بررسی کردیم. حالا میتونیم الان بریم اونس جهانی طلا رو بررسی بکنیم. اونس جهانی طلا رو تایم فریمش رو ریستر میکنم. نگاه بندازید یه بازگشت قیمتی از همینجا داشتیم که این مقاومتی بود که
قبلا هم اشاره کرده بودیم. اما این دیگه گذشته دیگه. در حال حاضر چه انتظاراتی ما میتونیم داشته باشیم؟ در حال حاضر من با این کندلایی که دارم میبینم نزول رو داریم. اگه حمایتی میخواید خرید بزنید، به نظر من این حمایت هستش که ارزش خرید رو داره و شاخص 700 روز گذشته که میشه این حمایت. یعنی من اگه بخوام اوردر بذارم، یه اوردر داخل 2620 تا میذارم، یه حمایت هم 2551 میذارم که اگه باشم خودم رو اینجا ترید میکنم با حساب لاسای کوچیک، که اگه تاییدیه ببینم قطعا داخل کانال میذارم. پس حتما من رو ساب بکنید و دنبال بکنید. تاییدیه لازم رو باشه اون جهانی براتون میذارم. پس اگه این نزول بکنه، طلای جهانی خودمون هم یعنی طلای اجراییار میتونه یک نزولی رو داشته باشه. 4 میلیون 800 هستش، شاید تا 5 بره و اصلاح قیمتی بکنه، چون خیلی پامپ زیادی داشته و اینجا خرید خودتون رو انجام بدید. و بهتون گفتم دیگه اینجا میتونید خریدتون رو انجام بدید و روند کلی رو داشته باشید. اما اتریوم فوق العاده خوب روی حمایتی که داخل کانال تلگرام اشاره کرده بودم برگشت قیمتش. دقیقا من اینجا سیگنال بای بهتون داده بودم، رو همینجا اصلا حساب لاسم هیچ گونه تاج نکرد و هر کی خریداری کرده ماشاءالله خوب تو سود هستش و هولوش 70% سود گرفته تا الان. ولی ادامه روند اینجا نزدیک سقف تاریخی خودش داره قرار میگیره. سقف تاریخی 4800 تا هست. من احتمال اینو میدم که این سقف رو راحت بزنه اتریوم و اگه بخواد اصلاحی داشته باشه میره واسه این اوردر بلاک. این اوردر بلاک میتونه که نزول رو داخل اتریوم بیاره. به نظرم برای سرمایه گذاری اتریوم فعلا مناسب نیست. ارزهای خیلی بهتری رو برای سرمایه گذاری میتونید داشته باشه. اگه میخواید این ارزها رو بدونید حتما بر من کامنت کنید و من رو ساب بکنید. داخل ویدیو شورت ارزهای خوبی دارم بهتون معرفی میکنم که اون ارزها رو هم بهتون اضافه میکنم که بتونید حتما استفاده بکنید. این هم شاخص اتریوم بود. توتال هم داریم بررسی میکنیم. توتال نقدینگی کل مارکت کریپتو هستش که این هم همونجوری که در میونی روند سعودی سقف تاریخی خودش رو شکسته و در حال درجا زدن اینجا هستش. اگه بتونه نقدینگی تا 2.87 بیاد میتونه تا این سقف یعنی 5.43 حرکت بکنه که اینجا دقیقاً بیت کوین 200,000 دلاری هستش و میتونه اینجاها یه ذره اصلاح قیمتی بده. پس نقدینگی داخل کشورم نمودار خوبی رو داره و نقدینگی کریپتو میتونه خوب بترکه. و اما بخوام جمع‌بندی بکنم، بیت کوین در حال حاضر روی 104,000 تا همینجوری داره ایمان میشه. این شادوهایی که میبینید هی نمیخوان خریدارا بذارن که نزول قیمتی داشته باشه، ولی اینجاها ما گول نمیخوریم و خرید خودمون رو انجام نمیدیم. خرید اولمون میشه 80 تا، خرید دوممون میشه اولش 70 تا که اگه همینجوری ریز بخواد حرکت بکنه به سمت پایین بیاد، یعنی اگه به این مومنتوم بیاد فوق العاده است. یعنی ما بتونیم اینجوری خریدمون رو بکنیم، قطعاً میتونیم یکی سبد فوق العاده خوب رو برای خودمون جمع بکنیم. امیدوارم از دیدن این واچ لیست لذت برده باشید. من رو فالو بکنید و ساب بکنید و حتما دنبال کنید. هر هفته براتون واچ لیست رو آپدیت میکنم، سیگنالی باشه براتون داخل ویدیوهای شورت دارم میذارم که انشالله بتونیم هممون در کنار هم جیبمون پرپول باشه و بتونیم بهترین سود رو از مارکتمون ببریم.